در تیزر قسمت 59 سریال صداقت‌سیز می‌بینیم که درین طی جر و بحث و درگیری با ولکان و آسیا ناخواسته چاقویی را وارد قلب ولکان می‌کند. ولکان از شدت خونریزی نیمه جان روی زمین می‌افتد. بلافاصله آسیا دست به کار شده و اقدامات اولیه را برای زنده ماندن ولکان انجام داده و بعد از چند دقیقه او را سوار آمبولانس کرده و به بیمارستان می‌رساند. در بیمارستان ولکان به اتاق عمل برده می شود و بعد از چند ساعت عمل جراحی سنگین زنده می ماند. بعد از چند روز که ولکان به هوش آمده متوجه آسیا بالای سرش می شود. ولکان رو به آسیا کرده و به او می گوید چاقویی که وارد قلبم شد را درین به من نزد بلکه تو وارد قلبم کردی. آسیا که متوجه عمق کلام ولکان شده همانطور به او خیره می ماند. آسیا از ولکان میپرسد اگر پای من وسط نبود و اینجا نبودم آیا باز هم حاضر بودی از درین جدا شوی؟ بعد از چند روز ولکان از بیمارستان مرخص شده و به خانه می رود. ولکان به سراغ درین رفته و رو به او اعتراف می کند همه حرفایی که آسیا آن شب گفت حقیقت دارد و من می خواهم از تو جدا شوم. درین که به نظر می رسد به ته خط رسیده و همه چیز را قبول کرده است با چهره ناراحت و افسرده رو به ولکان کرده و از او می پرسد یعنی می خواهی دوباره پیش آسیا برگردی؟ ولکان بلافاصله جواب میداد اگر چیزی که میخواهی بشنوی این است بله من دوباره پیش آسیا برمیگردم. درین که همه چیز برایش بی‌معنی شده و به آخر خط رسیده همانطور به ولکان خیره میماند. از آن طرف ولکان به سراغ آسیا رفته و اعلام میکند همه چیز قطعی شده و درین را به زودی طلاق میداد. آسیا که مشخص از نگران است دودل شده و هنوز معلوم نیست که آیا بعد از طلاق ولکان را قبول میکند یا نه و یا اینکه با این نقشه میخواهد زندگی درین و ولکان را نابود کرده و بعد از آن ولکان را در تنهایی و بدبختی که برای خودش رقم زده رها کند. و در پایان هم می‌بینیم که پلیسا به سراغ ولکان رفته و رو به او اعلام می‌کنند که حکم دستگیری او را دارند و باید با او به کلانتری بروند. از خنده‌های شیطانی و موذیانه گنول مشخص می‌شود که او فهمیده ولکان در حال کلاهبرداری و بالا کشیدن شرکت به نام خودش است و به موقع دست به کار شده و حکم دستگیری ولکان را به جرم کلاهبرداری گرفته است. ولکان که از شنیدن خبر دستگیریش شوکه شده همانطور ناباورانه به آنها خیره می‌ماند.